سلام. اگه به نقاشی با تونیت‌های تک رنگ علاقه‌مند هستید، نقاشی سیاه قلم گزینه مناسبیه. با تونیت رنگ سیاه پودر کنته ما تمام احجام، حجم‌ها و حالت‌های مختلف رو در میاریم. و اگر هم به نقاشی چهره علاقه‌مند هستید و می‌خواهید که با یک تونیت تک رنگ پودر کنته نقاشی خیلی زیبایی بکشید، حتما این ویدیوها رو تماشا بکنید. مهیار هستم، با آتلیه نقاشی من خوش اومدید. خب امروز جلسه سوم کلاس طراحی و نقاشی سیاه قلم چهره، یک تک چهره خانومی داشتیم کار میکردیم. 2 جلسه‌شو انجام دادیم. امروز بخش سومش رو با هم کار میکنیم و دقت داشته باشید این سری از ویدیوها سری ویدیویی که از یک تک چهره داریم کار میکنیم، در نهایت به یک تک چهره کامل برسیم. حتما قسمت‌های قبلم تماشا بکنید که مطالب رو از دست ندید. خب اگه تازه وارد کانال من شدید و هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال من سابسکرایب بکنید. علامت زنگوله رو فعال بکنید که به محض اینکه ویدیوی جدید اینجا بذارم از اون مطلع بشید و ببینید. یک کانال تلگرام هم دارم که ویدیوها رو اونجا اعلام میکنم. بعضی وقتا فراخوان میدم و رفع اشکال میکنم به صورت رایگان. و کلاس های مجازی هم دارم که توی اونجا میتونید با من در تماس باشید. خب اگه موافق باشید درسمون رو شروع بکنیم. خب محو کنم و ور میدارم و سوراخ‌های بینیمو یه مقدار مشخص بکنم. خب الان ابزاری که مناسب این سوراخ‌های بینی همین محو کنمونه که میشه باهاش داخل سوراخ بینی رو یه مقدار دقیق اجرا کرد. اگه الان این کارو نکنم بخوام سایه های خود بینی رو بزنم، مطمئنا این سوراخ ها گم میشه و جای دقیقش که قبلا طراحی کردیم و از دست میدیم و باز باید طراحی بکنیم. بس راحت تری که همین الان دقیق اینا رو بزنم، اجرا بکنم که خیالم راحت تر باشه. بعد که سایه میزنم اینام کم رنگ میشه ولی جاش میمونه و ما میتونیم دقیق تر اجراش بکنیم. خب این قسمت ها سایه پره بینیه، به سمت نازکترش اون پودری که روش هست واسه زیادم هست، برای این قسمت های روشن استفاده میشه. این نوک بینی یه ذره این قسمت پره بینی نکنید. یه نکته رو بگم، ما انسان ها هممون بینی داریم، چشم داریم، ابرو داریم، لب داریم، ولی چی باعث میشه که اینا با هم فرق کنه و ما بتونیم تشخیص بدیم که این شخص با یه شخص دیگه نیست، فرق دارن با هم؟ ببین ما به اصطلاحش میگیم حالت اون بینیه. مثلا توی بینی این خانوم نوک بینیش یه حالت خاصی داره. نکنید گردی بینی از اطراف پره شروع شده، زیر بینی یه کمی نوک بینی بالاتره. نکنید این تفاوت‌های کوچیک توی اجزاء چهره است که یه مقداری فرق میکنن با هم، تفاوت ایجاد میکنه و ما انسان ها عادت داریم که این جزئیات رو ببینیم و همدیگر رو تشخیص بدیم، وگرنه همه بینی ها در کل قالب کلیشون شبیه همه، ولی همین تفاوت های ریزه که ما باید توی اجرا حتما به اونا توجه بکنیم، چرا که همون جزئیات ریزه که حالت اون چهره رو ایجاد میکنه. بس حالت چیه؟ حالت همون ویژگی های ظریف و کوچیکیه که توی اجزا وجود داره. یکی بینیش یه ذره سرش پرتر، یکی بینیش نازکتره، یکی عقابی‌تره، یکی نوک‌تیزتره، یکی یه ذره کج‌تره. اینا ویژگی هاست که حالا دیگه توی ایران ما خیلی ها هستن که دیگه این ویژگی هاشونو میرن عمل میکنن و کلن خودشون هم دیگه خودشونو تشخیص نمیتونن بدن. البته بعضی جراحی ها، من نمیگم همه جراحی ها، ولی بعضی جراحی ها لازمه، بعضی ها دیگه یه ذره
خیلی دیگه بزرگ و کوچیک حالتاشون یه ذره میرن خودشون رو تغییر میدن، ولی بعضیا رو وسواس میافتن. نباید رو وسواس افتاد تو این چیزا، چون دیگه حالت خودتو دیگه خودت هم نمیتونی خودتو تشخیص بدی دیگه. یه ذره باید خودتو تشخیص بدی چی هستی، کی هستی. خب اینه که اندازه نگه دار که اندازه خوش است. اینه که تو هر چیزی اندازه نگه داشتن خیلی عالیه. باید اندازه نگه داشت، نه اینکه حالا بگی نه خوب نیست فلان. چرا؟ هر چیزی خوبی هایی داره، زیاده رویش هم یه مضراتی داره. باید این حد وسط رو همیشه حفظ کرد. حد وسطتون نگه دارید عالیه. خب اینجاها اومده این و یه ذره پهن‌تر میشه. به دستمال برمی دارم که نمیخوام نوکش باید زیاد تیره نکنه. خب فکر میکنم این نوکش تیرگیش خوبه. این قسمت های تیره رو بزنم اینجا. یه روشنی که تو این قسمت بینیش هست، نگوید ما میتونیم خودمون الان تغییرش بدیم یا مثلا یه مقدار ویژگی ها تغییر کنه، ولی من خودم حالا ویژگی مثلا بینی این خانم رو دوست دارم. یه حالت خاصی به بینیش داده. خب سایه های زیر بینی رو بزنیم. توی بینی زدن همیشه یادتون باشه دارید حجم در میارید. سایه ها و نیم سایه ها، پستی ها و بلندی ها رو دقت بکنید بهش که در جای درستی اجرا بشه کار قشنگ میشه. توی این قسمت در ادامه همین پره این نوک بینی میشه جلوترین قسمت. اینجا یه سایه کوچیکی میخوره، بعد میاد میچسبه به این پره این سمت. این تحلیل ها رو خودتون باید انجام بدید. وقتی هر بینی که دارید میبینید دارید اجرا میکنید، یک دیدن، دو تحلیل کردن، تخمین زدن، همه اینا هست دیگه. شما با ذهنتون دارید بررسیش میکنید. پس این گفتمان همیشه باهاتون هست که توی اجرا که آقا این بینیش الان این ور رفته، این اینجوری شده. به خاطر همینه که میگن نقاشا خوب میبینن. چرا خوب میبینن؟ چون وقتی که میبینن دقت میکنن بهش، جزئیاتو از توش میکشن بیرون و این یعنی خوب دیدن. خب پره بینی کلن گام های صورت این خانوم توی اجرای این کار خیلی گام های پایینیه. تونالیته ها خیلی به هم نزدیکه و خیلی باید مواظب باشید که زیاد پودر ور ندارید. با همون میزان کمی پودری که روی ابزارتون هستن میتونید اونا رو در بیارید. حالا هر چقدر جلوتر میریم بس همشه بشه از کنتراست های تصایه های پایین شروع بکنید که دوچار یک چنین اشتباهی نشید که بشه اصلاح کرد. خب اینجا هم از اینجا سایه های هست. خب تو کجا میای؟ برو این بر. که گام به گام شما اینو که ببری بالا گام ها رو، حجمت یواشاش از توی کار در بیاد. خب توی این قسمت هایی که ذره پهن‌تر شده دستمال نگاه کنید. دستمالی که اینجوری پودر داره رو ور نمیدارم و این اصلا کار رو نابود میکنه. دستمالی که پنبه است، ببخشید پنبه‌ای که
زیاد پودر نداره روش، همین از اطراف یه کمی پودر بگیره گام اینجا رو ایجاد میکنه. در حقیقت یه جور محو کنه، بیشتر محو میکنه. اگه نیازم بود یه کمی اینجوری پودر برمی‌دارم. دقیقا ما هم انقدر میخوایم، زیاد نمیخوایم، یعنی گام بالایی نمیخوایم. این سمت یه کمی تیره در اینجا. هم جهت فرم بزنیم، همین جایی که میخواید محو کنید به صورت دورانی بزنید. این باید همشیرتون باشین، یه ته سایه است برای کار، ته سایه‌ایه که توی کار اجرا میکنیم و ته سایه همیشه باید روشن‌تر باشه. خب یه چیزی من اینجا دارم میز که می‌لرزه صدا میده، نرش دارم. خب توی اینجاها قطع میکنید، خیلی با احتیاط در جهت فرم. جهت فرم رو میشناسید دیگه، صورت به این شکل اومده. خب اینجا اینوری اومده، اینجا چرخیده، حرکت سطح پوسته به این شکل. اینجا یه ذره پررنگ شده، میتونم یک کمی یک گام کوچولو بردارم بیام قسمت های تیره بزنم. حواستون باشه گامش کنترل بشه، بعد بیام اجرا بکنم. از اون بغل هم داره پودر برمی داره، هم محو میکنه هم پودر برمی داره. یه ذره گامای اینجا رو ببرم بالا. شما وقتی که گام به گام اجرا بکنی به سمت جلو که میایید نگاهتونم دقیق تر خواهد شد. نورها اینجاها، اینجاها، این قسمت، این قسمت، اینجاها نورها رو شناسایی میکنم و به سمت اونا که حرکت میکنم دیگه اون قسمت ها رو اصلا نمیزنم. خب هر جا لازم باشه که مجدد اجرا بشه اجرامو انجام میدم. نگاهید در جهت موجه ها میزنم که یه موقع موجه رو خراب نکنم. سایه ها اینا ته سایه است، دقیق ترش هم خواهیم کرد. خب بذارید من اینو پودر بردارم و بینیشو حالا شروع کنم اجرای کاملش رو انجام بدم. سراخ‌های بینی کامل تیره بشه، دقیق ترش بکنم. خب یه ذره اینجاش باید میمد بالاتر، نکنید
چیزای دیگه دقیق میشه رو انجام میدیم. این نکته رو به شما بگم، کار نقاشی یه جاهایی هستش که باید شما سریع اجرا بکنید. سریع اجرا نکنید کار قشنگ در نمیاد. یه جاهایی هستش که نه، باید با ظرافت کار بکنید. اینا رو تشخیص بدید. همه جا رو نه تون بزنید، نه همه جا رو آروم بزنید. مخصوصا تو بخش طراحی، حالا من توی آموزشام چون آموزشی بود سعی کردم آروم بزنم، ولی خیلی جاها رو من خودم سریع اجرا میکنم، چون مثلا تو حالت اسکیس، چون اگه سریع اجرا بکنم بهتر میتونم تخمین ها رو انجام بدم. الان توی مثلا این سوراخ‌های بینی خب باید شما با دقت اجرا بکنی، خیلی با حوصله کار بکنید. یعنی یه سری حجمای ریز اینجا، این حجمای ریز رو شما مجبورید که ساخت و ساز بکنید و حجم رو در بیارید. پس باید با حوصله این کار رو انجام بدید تا نتیجه خوبی بشه. قسمت داخلش جای روشن‌تره، رو پاک کن، محوش میکنم. کنترل میکنم پودر کنتر رو روی محو کنم. دقت کنید من اینو هی میچرخونم اینطوری، میرم از اون سمتش که پودر داره استفاده میکنم. وقتی میبینم یه جا پودر نداره میرم جای بعدی. خب. ما که دستمال نیاز دارم، حالا یه ذره پهن‌تر داره میشه. اینجا تیره تره. خب زیاد شد، کنترلش بکنم. اینجا که پر رنگ میشه با پاک کنتون کنترلش کنید. خب باز پودرم رو بگیرم.
گام این سمتم بالاست، اینجا ببرم بالاتر. کنید وقتی که پهن‌تر میشه دیگه میام از ابزاری استفاده میکنم که اون پهنا رو به هم بده. دیگه شما اینو با خودتون تشخیص بدید که الان از چه ابزاری استفاده بکنید. خب رفت بالا و پاک کن، کنترلش کن. رفت بکنم. خب الان این جایی که روشن‌تر رو میتونم با پاک کنم، مقداری کنترلش کنم اینجاها. خب این باستابی این زیر، این باستابی اینجا، باستابی اینجا. خب پنبم یه ذره محوش میکنم، یه اشاره بزنید محو میشه. خب حالا کناره هاشو دقیق تر کنم، لبه ها رو یه ذره محو بکنم من با این دستمالم. اینجا الان دارم میبینم یه ذره باید بره بالاتر. سایه های این قسمت. اینجا که یه دست میشه دورانی میزنم. اینجا هم یک کمی تیره تره. یه ذره پودر میزنم به سر دستمالم و یه گام اینجا رو میبرم بالاتر. نکنه این گام های خیلی ظریف و دیگه تو مراحل پیشرفته تر و جلوتر میتونید اجرا بکنید. و اون مراحل اولی که هیچی نیستش تشخیصش سخت تره. یه گام ببرید بالا که زیاد ایراد نداشته باشه. یه لکه کوچک اینجا هست، پاک کن، یه اشاره روش بزنم به این شکل میره. این برم که خیلی روشنه، نمیخواد با این لاک غلطگیر رنگم، من با رنگ راحت ترم، حالا دیگه لاک برداشتم دیگه با لاک میزنم. اینجا یه نوری من بدم این قسمت نور داره. خب با
پاک کنم، یه ذره کنترلش کنم، پاک کنم، کثیف پاکش کنم. خب بدیم یه کمی این سمت یه تیرگی داره که من باید این گوش بره داخل، این بغل گوش تو این قسمت. نکنید پنبه برشتم که پودر بیشتری داره و اینجا تیرگی شده زده برم بالاتر. همچنان که کم رنگ میشه میگم قسمت های روشن تر رو میزنم. حالا یه پنبه تمیز برمیدارم، اینو کنترلش میکنم، محوش میکنم به سمت جلو. اینجا هم باید کنترل بشه و پنبه تمیز که برده یه گام میره پایین، یه گام میتونید ببرید پایین، بیشتر نمیتونید، بیشتر باید با پاک کنش رو بکنید. چون خود پنبه یه لایه ور میداره. خب دیگه بالا رو که داریم میزنیم سعی کنیم کاملش بکنیم. الان توی اینجا یه ذره باید ابر رو من درست بکنم، یه کمی این بیاد بالاتر. هر کاری که هست الان انجام بدیم که دیگه بالا تموم بشه و به سمت پایین که میایم دیگه لازم نباشه برگردیم بالا. البته در نهایت ما یه اصلاح کلی هم انجام میدیم، ولی سعی کنیم که حالا بیشتر کار انجام شده باشه، دیگه نیاز به برگشت زیاد نباشه. این یه نمونه از کار چهره دیگه شما رو تو کشیدن چهره روون میکنه و همین شکل میتونید عکسای دوستان آشنایانتون رو بکشید، سفارش بگیرید و یه کار حرفه‌ای بزنید و خدمتشون بدید. دیگه زیاد نگرانی نداره. بخواید برید هزینه بکنید برای کلاسا خیلی خوبه، ولی خب من نکات همه اینجا دارم به شما میگم دیگه. سرعتم که نرماله،
میتونید کارهای خیلی قشنگی توش اجرا بکنید و دست مشتری بدید. بچه‌هایی که ویدیو من تماشا میکنید، من ازتون یه خواهشی که دارم اینه که برای حمایت از کانال من لطفاً لایک بکنید. حتما لایک کردن به الگوریتم یوتیوب میگه خب این ویدیو خوبه، بذار به آدمای بیشتری نشون بدم. شاید مثل لایک کردن اینستا نیستش، یعنی یه هوش مصنوعی داره پشت این یوتیوب، الگوریتم یوتیوب، که اون هی بازخوردها رو توجه میکنه بهش. اینه که خواهشم ازتون اینه که لطفاً حتمیشه ویدیوها رو لایک بکنید. دیگه این فکر میکنم که دیگه مستحق این کانال مستحق این باشه که دیگه لایک بکنید. اینجاش 2-3 تا برق هست. اینجا هست و اینجا. خب این قسمت رو دستمال بردارم، شروع کنم موها رو جدا بکنم از صورت. دیگه این بخش الان دیگه ما با موهای اینجا زیاد دیگه کاری نداریم، میتونیم بیایم موهای اینجا رو اجرا بکنیم. اولین کاری که صورتمون جدا بشه. اینجا که یه ذره اومد تو، با پاک کن کنترلش میکنم. خب حالا که اونو زدم، بذارید چون خیلی تیره است، با مدادم یه ظریفتر یک گام تیره اینجا بدم. خیلی این قسمتش تو رفته است. و باز با دستمال یه کمی محوش میکنم. وقتی با مداد میزنید رهاش نکنید، باید حتما محو بشه. خب این سمت موهام شروع کنیم به زدن.
همونطور که قبلا هم گفتیم اول یه جایی ازش مشخص کنیم. خطوط اصلی رو مشخص که بکنیم، بعد که حالا سایه ها هم که اومد دیگه ما میتونیم با طراحی چشمی که بلدیم باشه اجرا بکنیم. یه سری خط و خطوط و جای عمیق رو قبلش مشخص بکنید که راحت تر بشید. خب بچه اینجا رو آموزش رو من دادم، اجازه بدید که من اینجا رو اجرا بکنم، سوالچه کم بالا میبرم، باز برمیگردم باقی قسمت رو بهتون توضیح میدم.
بعد از اینکه حالا موها رو هم زدیم، کنارها رو زدیم، یه نکته خیلی مهم اینه که شما بتونید این لبه ها رو قشنگ محو بکنید. نکنید با دستمالی که اینجا من دارم، یه دستمال کوچیک برمی دارم که یه تیرگی کوچیک، اینو زیاده تیرگیش، بذارید این دستمال تمیزتر ندارم من اینجا، چرا این نوکش رو قشنگ تیز میکنم، میام لبه های اینو به این شکل از پودر کنارش یه ذره میکشم، سایم میدم به این. خب دقت بکنید که از پنبه استفاده کنید که آغشته به پود نباشه، چون گام خیلی پایینه. این لبای خیلی تیزشو دستمال تمیزتر بردارم، میارمش برعکسش بکنم اصلا که تمیز باشه. خب این لبه ها رو هم یه ذره محو کنم. این محو کردن این لبه ها یه پرسپکتیوی میده که باید حتما این کار رو انجام بدید. بعدی که این کار رو کردیم، حالا با پاک کنمون یه ذره جاهایی که بالا پایین شده رو به این شکل تنظیمش میکنیم. اینجا یه ذره نکنید، حالا که اون تیرگی بغل اومده آدم بهتر میتونه این گام ها رو تشخیص بده. خب یه سایه ای از موجه ها افتاده. این دستمال تمیزم جاره ذره محو کنم. خب با پاک کنم لک و لوکشو بگیرم. این سمت هم یک گام اینجا تیره تر داریم، دستمالم اینجا یه کمی گامشو میبرم بالا. این گوش اومده، این انتهاش چسبیده تیره تر شد، سایه افتاده اینجا باشه. خب یه دستمال تمیزتر بردارم که پودر کمتری داشته باشه و این لبه هاشو یه ذره محو کنم. به این شکل پودر پخش میشه به اطراف و محو‌تر میشه. حالت دورانی میزنم که نرم بشه. حالا با پنبه تمیزم یکم اینا رو نرم‌تر میکنم بهش. خب تقریبا تا این قسمت شما کار کردیم. این قسمتش هم دیگه یه جلسه دیگه با هم کار میکنیم، یه بک‌گراند بهش میزنیم و تمام میشه.